نوکرم آقا ببخشید من سیکشتیر بودم، خیلی خسته بودم، رفتم گوله اومدم اصلا فقط به زور 2 ساعت خوابیدم. من بیدار شدم بیام لایف. حیفه دلم براتون تنگ شده بود. چطورید بچه‌ها؟ آره خواب کامل نی آدم سیکشتیره. آقا چه خبر؟ برید شما فعلا شما یه ذره تعریف کنید واسه من، بعد من تعریف میکنم. بعد بیدار شدم 2 قاشق قرمه سبزی خوردم، قشنگ معدم اینجوریه. ردیفی علی جون همه چیز اوکیه داداش. من دروغ متنفرم، هیچ چیزم ردیف نیست، کاملا هم زندگی به کام نیست. خدا باز دهن منه. کلونر فکر مرسی بچه. داشتی 21 سالم شده هنوز هیچ رابطه جنسی نداشتم، ولی همسن و سالام میبینم حداقل 1-2 بار داشتن یا پارتی رفتم. من فقط میرم باشگاه و دانشگاه، احساس میکنم زندگی من اشتباه میکنم. داداش گلم دور سرت بگردم تو خودت و دغدغه و سطح فکری کیت کش. اگه تو 10 دقیقه جای من بودی سکته لاپایی کرده بودی، تو الان مرده بودی، سیکت این دنیا خورده بود تون دغدغه زندگیت. به تو حالا زایده به من چه؟ من دارم اینجا چی میگم تو جاکش چی میگی؟ به تو هم رابطه جنسی نداشتی، به تو پارتی نرفتی، منت باشگاه و دانشگاه رفتن سر من میذاری؟ زندگی سالمو داری میکنی من سر من میذاری به کم؟ تو 24 ساعت زندگی من یه اتفاقای واسه من افتاده اینجا سوخته لاک پشت رفته تو اصلا به اینجا که تو میگی فکرم نرفته من واسه من داره قور میزنه میگه پی ام اس هستی علی جان. ببین یه چیزی تو آفرین باریکلا، ببین متن صاف زدی توش، ببین صاف زدی توش. دقیقاً الان پی ام اس ام خار و مادر. ولی علی جان اینو جدی حضوری ازت میپرسیدم کتک هم میزدی نه دیگه؟ تجربه برات باز میکردم، گفتی تا 21 سالگی تا حالا نکردم، خودم اونجا یه دل سیر میکردم، بهترین تجربه زندگیت میشد، پشیمون میشدی. علی چرا انقدر گرفته اول استمون نبودم؟ چیزی شده؟ نه بابا هیز پاور. علی حالت خوبه؟ نه میخوام گریه کنم. نه آقا چوسی تا کی؟ چرا ایران داره اینقدر چوسی میشه؟ جون مادرتون مردم، تو رو ابوالفضل تا کی میخواید چوسی بیاید؟ آقا این کراکس من هنوز تو نرفته بعد این همه سال. بابا به قرآن این دمپایو ما تو توالت داریم، تو همون این دمپایو داریم، آب میریزه رو سری خشک بشه. من اسمشو تازه به زور حفظ کردم و من میگم این دمپای سوراخا دیگه اینقدر میگم علی کراکس دنگ کراکس خیر سر تولید کننده محتوای و خیلی چیزا رو درست تلفظ کنم. کراکس پاره شد تا کراکس رو حفظ کنم. بابا همین کراکسش تو من نرفته، ماچا اومد، موچی اومد، ناچا اومد، ساچا اومد، یه چیزایی اومده، هر کدومم میگی بابا ما می امتحان بکنیم، تگری میخوام بزنم انقدر کیان. اسم اون یکی چی بود توش دنبولی سیاه داره؟ انگار پشکل گوسفند داری میخوری، قشنگ شبیه پشکل گوسفند تو شیره. چرا اینا رو میخوری؟ داجی مزه انم میدن اینقدر گرون. عاقبت 250 تومن پول پشکل گوسفند میدی، 30,000 تومن زعفرون گلاب بخور پشمات میریزه به ابوالفضل. حالت تا اذان خوبه مزهش. وای من اینو میرم سوپرمارکت میخرم مثلا همه اینجوری نگاه میکنم پسره با این همه تتو و پرسینگ و اینا چیه میخره؟ خوشمزه است و مقویه تو ماچا موچیتون. زعفرون نیست داشت رنگه. آره دیگه 30,000 تومان معلومه که رنگه، ولی خونه نمیتونستم درست کنم، میرم میخرم دیگه، چونشو نمیکشم درست کنم. من هر روز زعفرونای ننه‌مو بخوام بردارم با گلاب و قند قاطی کنم میشاشه دهنم. برای اونایی که معدهشون به قهوه حساسه است ماچا باش شاشی تو اون معده‌ای که به قهوه حساسیت داره. من این خار رو عمل کردم، حساسیت به هیچ انی نداره، آخ نمیگه. ماماناتون میدونن 300,000 پول میدید مینوشید؟ آره ماماناتون میدونن با زیداتون میرید کافه 150-200,000 تومان پول چای میدید؟ میدونن ماماناتون؟ به قرآن مجید این به بعد هر کدومتون بیاید ایونت با خانواده بیاد من میگم پسرتون گفته هر شب با یه دختر میره کافه پول چای میده، کافه مادر خونم چای میخوره یا نه؟ یا آریان هم یه جوری دونیت میکنه 2 ماه دیگه پولش بیاد تو حساب ما که چوسی شو بیاد. همتون زندگیتون چوسی شده، همتون زندگیاتون چوسی شده. بابا آریان ما که نزدیک دیدیم، تو الان چرا بعد اصلا اپل پی تو شارژ کنی داداش؟ چوسی دیگه چوسی. این دکتر دنجر رو من واقعا دوستش دارم، واقعا هم داره زحمت میکشه، ولی من حس میکنم داره بهش کم لطفی میشه، دیده نمیشه اونجوری که باید. شاید خیلی هم بچه گلیه. 30 میلیون گیمر داریم، بعد اینترنت نداریم برای همون گیم زدنمون، برای همون بازی کردنمون اینترنت نداریم. شما میگید 30 میلیون گیمر داریم، پس چرا وضع اینترنت اینه؟ چرا ما باید وی پی ان بزنیم، 1000 تا دی ان اس عوض کنیم، 1000 تا کار انجام بدیم که شاید بتونیم یک بازی انجام بدیم، یک دقیقه، 10 دقیقه یا حالا هر تایمی که بگید بتونیم یک بازی کنیم، یک دور هم جمع شیم، یه سرگرمی داشته باشیم. نمیدونم واقعا چرا ما اینجوری شده. قسمت ما چرا اینجوری شد؟ برای خیلی آرومی واسه گفتن همچین موضوعی دکتر دنجر، خیلی داری آروم این موضوع رو میگی، با عربده به خودت جر بدی. ادامه رو به بازی ترسناک اوشن درایور سایلنت هیل.
پاسو بده من قدر ندارم. ای بند شدم؟ انتظارش باید آره بند شدی. بابا این نمیگفتن هیل میکنه. کی بنده خدا رو اذیت کرد بهش گفته هیل میکنه؟ چقدر لاشید خدایی. تو همه اکیپی لاشی ها. کدوم خیلی چیه تو این استوری هم گفته و زئوس جدیدن اینجوری شده هم شارژ میشه هم تیم میت رو هیل میکنه. 995. بابا سیاه داداش وایسا. چت میدونم یه دقیقه صبر کنید. چشم چت به قرآن میدونم منم اذیتم به خدا منم اذیتم. آخه 999. سیاه ببخشید. آقا ازا بیاد. نه تو یه کلیپ دیگه از سینا اینو دیدیم. نه خیر همینجا میمونی چاق و چله. علنا گفت نه. بابا گربه دارن حرف میزنن به قرآن جدیدن. علنا گفت نه. بختک مگه مال ایران نبود؟ رفت بختک هم رفت ما موندیم. وای اون چیه؟ چقدر بلند گفتم. جون مادرت من زیر تختم. جون مادرت نه یا ببین یا مقلب. ببین بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جنه جنجون آقا جنه وای موهای تنم سیخ شد. آقا جنه تو رو قرآن مجید چراغ روشن کن. آقا جنه کس خود من هیچی نبینم نمیترسم که احمق. همه چراغ رو خاموش کردی کس خود. من چی بترسم؟ آقای جنه اون مادر حروم زادت خور کن قبه. وای ظالم خورد به میز. اول آخر سازنده این بازی زن تو ارمنی بابا. وای مادر قیافت رو گاهیدن. وای موهای تنم موهای انم. وای نیا جلو ها خر نشی ها. یا بسم الله الرحمن الرحیم. وای روسم جون ننت خواه میلیسم جون مادرت نیا. اعوذ بالله. وای ددو بیدار شدم از جان. فقط از جان پا شدم ولی جون مادرت باشه. جون مادرت اسپیس میزنی میره زیر تخت. چه کنی؟ باگ رو نگاه کن. وای Go back to bed. یا سبحان الله چقدر تخمی بود. اسپیس جون مادر. نه دوست دخترم متشکرم ازت. شب بخیر. وای ننتو. Stop, don't come near me please. خدایی ترسناکی. ناموسن گفتم نیا. جون عزیزت نیا. وای چه سخت. shit. شبتون بخیر چت بابا. بریم بخوابیم گشنمونه بابا. چون تازه روشن شدیم. دوستتون دارم چت واقعا دوستتون دارم. هوار اندازه فصل بهار. دوستتون دارم. گونی مراقب خودتون بمونید. اهلا بچه‌ها.
واقعا انقدر خوابم میاد نرم برم اینور بخوابم. دوستتون دارم. فعلا عشقای من. یا ابوالفضل.